سلام. مقامات ازبکستان از طرح بحث برانگیز ویران کردن یک مناره و مسجد قدیمه و در جای آن بنیاد کردن فواره در شهر اندیجان دست کشیدند. حکومت اندیجان بر اساس برنامه نوسازی شهر قرار کرده بود که مناره 700 ساله را که در این شهر با نام مصلی معروف است ویران کند، ولی طرح خشم مردم محلی و فرهنگیان اندیجان را برانگیخت و آنها سال گذشته با ارسال نامه به نام شوکت میرزیویف نخست وزیر ازبکستان از او خواستند اجازه ندهد که این آثار باستانی شهر ویران شود. برای صحبت در این باره سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی را به استودیو دعوت کردیم. سراج الدین، به برنامه ما خوش آمدید. چی شد که یک بار مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند این مناره زیبا و باستانی از قرن 13 را ویران نکنند؟ سبب اصلیش معلوم نیست، ولی به گفته مقامات ازبکستان گویا پس از پافشارهای زیاد و اعتراض و شکایت‌های زیادی مردم محلی شهر اندیجان، درست‌ترش شهر کهنه اندیجان، موضع شهر کهنه اندیجان، حکومت ازبکستان تصمیم گرفته است که این مناره را و مسجد را ویران نکند. گویا یک کمیسیون ویژه را تأسیس دادند و او پس از صحبت‌های زیاد با مردم بومی، با مقامات محلی تصمیم گرفته است که نباید این آثار معماری ویران کرده شود و به جای او فواره ساخته شود. و آنهایی که پیشنهاد داشتند مناره و مسجد ویران کرده شود، چی دلیل می آوردند؟ مناره در حال خراب شدن است یا به طرح نوسازی و بنیادی بناهای نو خلل می رساند؟ گویا مقامات محلی اندیجان می خواستند در شهر کهنه اندیجان که مناره در اونجا واقع است یک ریگستان سازند. گویا به گفته خودشان ریگستان سمرقند را، ریگستان اندیجان را سازند. ولی اینجا مقامات محلی، معماران محلی گفتند که گویا احتمال زمین لرزه در اندیجان وجود دارد و باید این مناره دوباره یا احیا شود و یا ویران کرده شود. و گویا تصمیم گرفتند که به جای این مناره و مسجد نو را می سازند، ولی به جای مناره فواره می سازند و این را پیشکش مردم می کنند. یک جای استراحت مردمی می شود، یک باغ می شود، یک باغ مرکزی می شود، ولی مردم محلی نخواستند، چون این جای ویژه است برای مردم اندیجان. در این منطقه در مسجد مصلی تا 20 سال قبل یکی از نامدارترین امامان ازبکستان و آسیای مرکزی عبدالولی قاری امامی میکرد و باید گفته شود که 20 سال قبل سال 1996 عبدالولی قاری هنگام رفتنش به کنفرانس بین‌المللی در مسکو در طیارگاه تاشکند ناپدید شد و کسی نمیداند به او چی شده و الان کجاست، زنده است یا مرده است. و طرفداران زیاد داشت و مردم محلی، مخصوصا مردم کهنه شهر اندیجان، مردم متدین هستند و طرفدار عبدالولی قاری میرزایف بودند. گفته می شود که باید فراموش نکنیم که عبدالولی قاری میرزایف شاگرد محمد جان هندستانی که سالهای زیاد در دوشنبه استادی کرده است بود و تاثیر خود را در رشد گوییم اسلام ناعنعنوی، یعنی انیخترش سلفیه، در ازبکستان حصه خود را گذاشته است. و مثال های دیگری هست که مقامات ازبکستان آثار باستانی یا فرهنگی ارزشمند را که در کشور زیاد است ویران کردند، یا با بهانه نوسازی یا با سبب های دیگر؟ به گفته مردم بخارا و خوارزم، خیوه گویا برای از نو تعمیر کردن بناهای تاریخی اینا اشیاهای زمانوی ساختمانی را استفاده میبرند که جوابگوی معماران و مناره های قدیمی نیستند و این بالاخره تاثیر میگذارد. حتی میگویند که در بخارا حالتهایی شده که به جای مناره های قدیمی
مسجدهای قدیمی اشیاءهای زمانوی امروزه را استفاده کردن و پس از یک مدت دوباره مجبور شدن که اون رو ویران کرده با دوباره سازند. و یا مثلا یک مثال دیگر میارم، در تاشکند 2 هفته قبل یکی از زیباترین ایستگاه‌های متروی تاشکند که در دنیا نیز اعتراف شده است به نام علیشیر نوایی، در اونجا پلاتناهای زیاد علیشیر نوایی بود، از طرف رسام نقاش شناخته ازبکستان چنگیز اخمارف احیا شده بود. او را گرفتند و رنگ دادند و اون آثار تاریخی و که بیلیون ها دلار ارزش داشت امروز ناپدید شد. خب تشکر. همکارم سیراج الدین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر سیراج الدین.